صحبت کنیم به نام‌های وایرال ها. فکر کنم اسمش بعضی شنیده باشی یا نشنیده باشی. وایرال ها کسی هم که وارکرافت رو درست کرد این داشتم و مشکلاتی هم به همراه داشت و بخاطر همین حالا اینو من آخر میذارم. سب کنم اینو آخر میذارم و اینو آخر سر میذارم و تو میدونی دیگه کیام اتار ابیگم یا ایلیا اون زامبی هم محمد سارالی دیگه فرسیوس و دیگه زامبو سارالی علی آیدر که از این گیرد من بود ایتوریا بود. اینا یه مشکلاتی هم داشتن درست و خوب بود و با حرفاشون میخندیدیم خصوصا که من صبح همش فیلماشون میدیدم شارژ میشدم درسته خوبم ولی مشکلاتی هم به همراهشون دیگه دارن. درست میگم یا نه؟ بعد مثلا حرفای بدی میزنن از این حرفا و خجالت هم بگم خوب چیزی به نظر من. آخه نگاه کنید ببخشید به ویدیو قطع بسته درسته خوبم خوبی میزنم بعض اوقات درساتون حرف ولی بده هم میزنم مثلا شما یه دختر رو بودین چیه طرف گذاشتین تو این همه فوش خجالت هم خوب چیزیه 6 تا پسرن باید این دختر وجدانن چیز خوبیه نه خودتون بوده انا بریم پدر مادر بسیم به نظر تو چیز خوبیه نه چیز بدیه نه زشته خجالت هم خوب چیزه دیگه من فوش ها میدونم که حتی فوش نده به جانه کل خانواده عاشق همه تون بودم آقا دوسته با فوش داری من دوباره اومدم اینتون کردم آقا فوش نده این چیزای بد ندارین آقا کنم خواهش میکنم من 10 روز با کنم آپاراتشون سر نزن آقا چی کن نمیدونم چی حالا من نگم بهتره حالا خوبی هم قسمت بعدی میگم. حالا این چه وضعشه عزیزان من چه وضعشه خجالت چیزیه ما میخوایم من بدون پدرم اصلا اجازه ندارم کانال آفاراتم کلا بدون اجازه با اصلا من اجازه ندارم کانال یوتیوب بزنم چه وضعشه من لحظه کارم بابام اجازه میگیرم نه خودشون سر خودم بعد تو مقام یه قطره آقا اجازه میگه نه تو سر خودم آقا خجالتم خوب چیزیه باید دختر بست شده حالا دخترم خودش بدتره چیه خجالت خوب چیزیه داشتم حالا قسمت بعدی وارد کرد من دیگه نمیام پشتی بانش فکر میکنین این حرفای بدی که میزنی همین نمیدونم نگم بازم بهتره خودتون میدونین دیگه چیا میگن. من سیزن 2 وارکرافت ببینم دوباره بحثشون شده این دختره بدبخت کردن نمیدونم چی حرف بد میزنن و
این من دیگه پشت باش نیست. من چی مگه هرچی پول مول هرچی داشتم فرستادم به های جای. من هر روز تهران پامه، هر روز بودو سری برو کارت بگی هواپیما تا سری برسم به تهران. من هرچی پول داشتم تو بانک بابام برام پس انداز کرده بود دیگه، من خرجشون کردم. این گفتن نمیخوام برم سر خونه زندگی. این چه وضعشه؟ من حتی رفته ویدیو گذاشته نمیدونم با کی رفتم به ادوارز. آقا خجالت خوب چیزیه؟ این رفته بود نمیدونم چی گذاشته، چی هپی گیم یا همه ایلیا این روزه دین چی بود؟ گویی دختر باید داخل همه چی باشه. این میدونی منظورشم دیگه چی بود؟ این داخل همه چی. یا من نمیگم دیگه، خودتون بریم بفهمیم چی ها دارم میگن. عجب. من سیزن 2 رو ببینم با این وضعیت دیگه من نمیرم پول خرج کنم بگم آقا ویدیوهاشون رو پاک نکنی ایناشون پاک نکنی من درستش میکنم. من سیزن 2 دیگه ببینم اینطور دیگه پشتیبان نمیگیرم بشینم پشت اینا پولامو همینطور خرج کنم بره واسه این گندکاری هاشون. من دیگه نمیدونم فکر این پشت سر کین. و در ضمن یه خواهش دیگه دارم ازتون، وبکم لطفاً اعضای وارکرافت یا وایرال کرافت لطفاً وبکم بزنید. من دهنم صافی برای پول میگم وبکم میذارم بابا اینا نمیدن بابا. من با اینکه چراغ خاموشه بیا وبکم میذارم. من با اینکه چراغ اتاقم خاموشه زورم هست وبکم گذاشتم. بیا وبکم میذارم. چی؟ یعنی چی داداشم؟ یعنی چه وضعشه؟ یه میخوای اینطوری پیش بریم که من دیگه نمیام. آقا نه آقا علی آیدر علی عقلیان عطار اونر زامبی نمیدونم هپی گیم نمیدونم هر کی که اصلا داخل وایرال کرافت هست لطفا وبکم بذارین. من پول ندارم دیگه. لطفا ازتون خواهش التماستون میکنم به جان مادرتون به جان هر کی دوست داره ما سیدیم. ما سید ساداتیم. مادرمو میدونیم کیه؟ مال سادات حضرت فاطمه. مادر بزرگ حضرت فاطمه است. سلام الله علیه. ما سیدی آبایمون رفته. جان هر کی دوست اینا کنین. من دعا میکنم وقتی میگم به جان مادر وبکم بذار حرف بد نزن. فردا نه پس فردا نه یه ماه که میبینی مادرت بلای سرش اومده به جان پدرتون به جان هر کی دوست به جان خواهر برادرتون وایرال کرافتی ها وایرال ها وبکم بذارید. حالا کسی که مثلا وبکم نداره بگه آقا من وبکم ندارم. کامنت بذارین بگیم وبکم نداره طرف. حالا من با شما نیستم خدا این ویدیو رو بهشون بدین بهشون بگین که چی جان دلم بهتون بگوید به جان مادر جان پدر جان کسی که
دوستش دارین به جان خواهرتون برادرتون التماستون کنم اگر وبکم میتونین بذارین زیر همین ویدیو فقط وای ها بنویسن بله یا خیر. حالا اون دختر سراری که جدا چون دختره نمی زشته دیگه بذاره. من 10 دقیقه شد فیلمم. پس چی؟ به جان هر کی دوست دارین، به جان هر کی دارین و ندارین خواهر و پدر مادر وبکم بذارین، حرف بد نزنین و ویدیو خوب بذارین. حالا اون زامبی هم محمد کسی که شما به نینجا علاقه داری ویدیوهای جدایی بذار، مثلا پنجشنبه جمعه که هیچ درسی مشقی نداره مثلا این آموزش نینجایی بذار. کسایی که مثلا داخل این وضع کروناه نمیتونن برن کلاس نینجاشون، تو حداقل کلاس نینجا آنلاین بذار با کیفیت خوب آپلود بشه. اما بقیه سود ببرن داخل آپارا، سود ببرن داخل چیو خواهش میکنم شما حتی داوری ها رو برو پیش علی آیده، شمایی که مسجد نمیدونم حق چی ساختی با اینکه روز مثلا نانیست اون که شما دیگه رسیم بسن که تکلیف شما خدا شما از این داره قرآن فرموده است. حالا من سوره رو نیستم فرموده است فارسیش معنی فارسیش خداوند تا زمانی که شما نکنی، یعنی به خداوند به ما وقت داده، یعنی تا این ما رسیم به سکینه تحقیق دیگه وقت همونه دیگه، تا قبل از که ما برسیم به تکلیف دیگه وقت داریم، زمان داریم خودمون رو اصلاح کنیم. میفهمیم خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون یه آدم خوب بکنیم به درد جامعه آینده فردا بخوره. میفهمین خود دیگه طوری باید باشین، طوری که نمیشه. الان تو خودت علی آیده یا حبریگه رسیدید به این دیگه وقتتون تموم شد، شما ازم خودتون اصلاح کردم بنویسین من خودم رو اصلاح کردم علامت سوال جواب درست بدین، نه برین دروغ بگین بله، یعنی نکن دروغ بگین تو کامنت ها من میدونم با شما نکنین. یه بار دیگه تاکید لایک همین میگم چیزا میگم همین به جان مادرتون به جان پدر به جان خواهر جان برادر وبکم بذارید. وایرال که رفتی ها وایرال ها وبکم بذارید، حرف بد نزنین، نمیدونم چیز بد سوجه نکنین به جان خودتون، فیلم دواره چیز بد ندارین، حرف بد نزنین. مثلا خود علی آیده اون مسجد زنبور کرده آقا تو آموزش قرآن بده، آموزش قرآن بده، بعد چند ماه بعد یه سال 2 سال مسابقات قرآنی بذار تو سرور دیسکوردت، حداقل مردم سود ببرن، حداقل برن چون آبروشون نره. مثلا بگو از سوره فلان سوره این بخونن این کنن. خب حالا میرسیم به آخر ویدیو. دوباره میگم به جان مادراتون به جان پدر ما به جان هر کی دوست دارین به جان خواهر برادرتون لطفاً وبکم بذارید، حرف بد نزنید، چیزای بد ویدیو ندارید، نیست تا فقط همونطور لایک کنید، نظر بذارید، سابسکرایب کنید. من دیگه زبونم دارم مو در میاد، سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه اونم ببینید، ممنونتون میشم. و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. قسمت بعدی قرار درباره خوبی‌های وایرال ها صحبت کنیم که چه چیز مثبتی داره. تو این ویدیو با دوستاتون اشتراک بذارید و اگر وایرال ها میشن و داخل سرور این فیلم حتما دانلودش کنید و به اونا بدینشون. ممنونتون میشم. تا ویدیو دیگه
خداحافظ.